این چیزی که قراره با هم دیگه بسازیم. اول کار این لیست خریدی که باید تهیه کنیم. بعد اینکه من رفتم یه دونه لوله ما رو فلاش تانگ دستشویی خریدم برای این کار و شروع کردم به سیم پیچیدن. متاسفانه سیممون زیاد یاری نکرد و تموم شد و اینکه اینجا میریم با هم دیگه الان خیلی سریع حساب کنیم که ببینیم چند دور دقیقاً پیچیدیم و اونجا که من از سیم 014 استفاده کردم 014 و میایم با محاسباتی میرسیم که شده 857 دور ما پیچیدیم. اینجا من میرم سراغ مدار اول که این شماتیک مداره که باید ببندینش. اینجا من آلکار اینو یه جا فیکس کردم. اونی هم که زیرش روی پولیکا که اومدم به اسپری از حرارت صافش کردم. اینجا هم سیم پیچ اولی است که اومدم دور چیزی قطرش بزرگتر از قطر لوله فلاش تانک دستشویی باشه پیچیدم و الان هم میذارم رو همونجا و دوباره با چسب اینو فیکسش میکنم که جاش تکون نخوره. اینم از تست مدار اول که خوب بود، راضی کننده بود، بد نبود. بعدم خیلی سریع بریم سراغ مدار دوم. مدار اینم شماتیک مدار دومی که باید ببندیم. این ضعیف بودن این مدار دوم به خاطر اینکه نتونستیم 2000 دور سیم کامل بپیچیم. اگه بتونیم بپیچیم خیلی بهتر میشه. ساب کردن چنل و لایک ویدیو فراموش نشه. خیلی ممنون که تا آخر ویدیو همراه من بودیم. تا یه ویدیو دیگه، خداحافظ.